عکس‌ها چی رو ifade میکنن؟ حالت روحی انسان. حالت روحی انسان. حالت. باز چی؟ حالت تبسم. باز چی؟ یکتش عصبانی، دیمش خرسند. سوم چهارمش زرخندگر است. نه سومش چی است؟ حالت فکر من. به حالت نزدیک است اما حالت نیست. حالت نه. خب این چی است؟ واقعی که قیافه. حالت اما باز هم چی گفتم ممکن است؟ چهره باز چی گفتم ممکن است؟ کشاده گوییم یکتش پسیخولوژیا رو بهتر فکر استرس. پسیخولوژیا رو فکر کنید. پسیخولوژیا رو شوک. شما باوری دارید که همین نفر به حالت شوک قرار دارد یا این نفر یا این نفر به حالت شوک قرار دارد این نفر شوک گوییم که این نفر شوک نیست استرس گفتم. این نفر نفرت کرده شده است از کدام بوی بده سر من بوی کنم بله از کدام بوی بده نفرت کرده شده است چی رو خود می چه است تصمیم ما بوی رو نفهمیدیم. جواب چه است بله شوخی میکنم برآمد فکر کنید از هر چهارش هم ابروانش هم میگم برو میگه در چهار حالت. وضعیت روحیش رو فکر من. وضعیت روحی انا همون وضعیت روحی رو در پسیخولوژی چی میگن واسه بو یک اموسیا. اموسیا پسیخیکا. اموسیا چی میشود با زبان تاجیکی احساسات. احساسات هیجان. خب نمیدونم خب بیاید این خیلی میکنیم جواب شما سومان حالت. حالت است جواب شما سوال کمتر فکر کنم. جواب شما احساسات. احساسات جواب شما حالت آن چیزی که حالت حالت احساسات احساسات حالت احساسات حالت. حالت باز چی هیجان. هیجان هیجان یا اینکه خب ببین هیجان حالت و احساسات ها بله وضعیت به هر گونه وضعیت هیجان. حالت خرسند. خب به همین هیجان. وریانت هایتون میسید من وریانت درست رو گویم از چهار وریانت شما یکیش درست است گویم وریانت درست رو اصلا صلاح‌الدین پیشنهاد کردن اما خود رو سرفراز میگیرن زیرا اینجا ایموسیا است بله اینجا روحیه است جوابی درست است شما گفتید آمدید جواب رو گفتید اما رفتید و این نفر قاپیدن گرفتن احمد صلاح‌الدین. ما میگذاریم در قسمت دیگر